خواستم یه ویدیو آپلود کنم بگیرم در مورد خانواده و تربیت بچه. بعد چون گوشی ساده که مثلا قیمتش پایین 10 تومن پولشه، خواستم ویدیو رو بگیرم. تو ماشین نشسته بودم میلرزید، هی تصویر خوب در نمی اومد. گفتم بزنم بغل یه جا سایه پیدا کنم که این ویدیو رو بگیرم. نمیدونستم ولی کجا. آقا من هی چرخیدم یوهو به خودم اومدم دیدم فیکس 1 ساعت دارم دور خودم میچرخم، 1000 تا سایه، 1000 تا جا رو رد کردم. یه جا گفتم سایه‌اش کمه، یه جا گفتم آفتاب زیاده، یه جا گفتم ماشین رد میشه، یه جا هر جایی که رسیدم یه سایه‌ای بود یه بهونه‌ای آوردم. نمیدونستم قراره کجا برم، مقصدم معلوم نبود. داشتم به این فکر می‌کردم زندگیمونم همینه. ما ندونیم از زندگی چی میخوایم، هدفمون چیه، همین جوری هی دونه دونه سایه های زندگیمون رو رد می‌کنیم. اولین کار اینه بدونیم چی میخوایم.